نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم گروه دیگری را دیدن که به دست اونها قاچی‌های از آهن هست، آهنین، آتشین، و اینها لبهای خود را قاچی میکنن، زبان خود را قاچی میکنن و فریاد میزنن. داخل جهنمن، حال داخل آتش که یک سوختن آتش هست، باز به داخل آتش به این عذاب گرفتارن. جبرائیل علیه السلام پرسان کردند که اینها چی کسانی هستند که لب و دهن و زبان خود را قاچی میکنن؟ گفتن اینها علمای سو و خطبای امت شما هستند که دین را به دنیا سودا کرد. اللهم لا تجعلنا منهم. اینها علمای هستند که به خاطر دنیای فانی، به خاطر قدرت، به خاطر رسیدن به چوکی، به خاطر 4 روپیی دنیای فانی دین الله را سودا کرد. استاد شدن آیات قرآن را به نفع حکام ظالم تفسیر کردن، استاد شدن رژیم‌های طاغوتی را تایید کردن، استاد شدن رفتن به خاطر قدرت و چوکی آیات قرآن را بر رأی خود تفسیر کردن. خیلی سخت عزیزان، خیلی سخت. خوشا به حال شما که اسم شما نه ملای، نه مولوی، نه مولانای، 5 وقت نماز خور میخوانیم، اما عالمی که بیای روی منبر بنشینه این حالت داره که حقر نگه، حقر بیان نکنه. خیلی سخت. سوال کردن اینها چی کسانی هستند؟ گفتن اینها خطبای امت شما هستند، خطیبا، علما، اما علمای درباری، علمای سو، علمای بدبخت و شقی. ما چی میدانیم؟ چی میدانیم که چقدر حق دین را ادا کردیم، چقدر ما ادای مسئولیت کرده باشیم. خدایا ما را از زمره اینها نگردان. همه علمای ربانی ما را حفظ بفرما، خطبای ربانی ما را حفظ بفرما. علمایی که درباری شدن، علمایی که تا به این حال فریب هوا و هوس خوردن، الله اونا را هم هدایت کن و همه ما را الله هدایت کن.